بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام علی حبیبنا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. شاعران وقتی بخوان کسی رو تعریف بکنن میگن که فلانی خیلی جواد و با سخاوت هست، خیلی شجاعت داره، و اگه بخوان کسی رو هجوش کنن میگن فلانی بخیله، آدم خسیسی است و ترسوست. و چون که همه از سخاوت خوششون میاد و حرف از سخاوت میزنند و هر جایی باشه خودشون رو یک خودنمایی میکنند که من چنین کردم و چنان کردم، صفتهای سخاوت رو به خودش نسبت میده. هممون آرزو داریم که خداوند فضلی به ما بده، مالی بده، ثروتی بده، علمی بده، دانشی بده، مهارتی بده، که ما در راه خدا چنین و چنان کنیم، به مردم چنین و چنان برسونیم، خدمت کنیم. این عهد و پیمانی است که ما با خودمون میبندیم. و منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن. خیلی از مردم اونایی هستند که عهد و پیمان میبندند با خدایشون که اگر خدای ما به ما داد چیزی ما صدقه میدیم. ولنکونن من الصالحین، و از صالحان و خوبان خواهیم بود. فلما آتاهم من فضله، وقتی خداوند اون رو از فضلش عطا کرد و به اونها از فضلش ارزانی نمود، بخلوا بهی و تولوا و هم معرضون، بخل ورزیدن و حرفی که زدن پشت سر انداختن. این افراد اینا رو میگن بخیل. بخیل کیه؟ بخیل اونیه که مالی داره به دیگران نمیده. بخیل اونه که جاه و مکانتی داره اما این جاه و مکانتش رو استفاده نمیکنه در رساندن خیر به دیگران. بخیل اونیه که علم و دانشی داره که علم و دانش رو حاضر نیست که به دیگران برسونه. بخیل اونیه که ازش مشوره ای میخواند و میتونه مشوره درستی بده اما حاضر نیست که مشوره درستی بده. بخیل اونیه که مهارت و فن و فوتی داره و حاضر نیست به دیگران یاد بده. بخیل اونیه که یک نگرش درستی داره و حاضر نیست این نگرش رو به دیگران برسونه. آیا واقعا ما بخیل هستیم؟ اگر بخیل هستیم یادمون باشه هر روز صبح یکی از فرشتگان الهی سر در میاره، به سوی زمین نگاه میکنه و دعا میکنه: اللهم اعط منفقا خلفا و اعط ممسکا تلفا. بار الها ارزانی دار بر کسی که انفاق میکنه بیشتر و بر اونی که دستشو میگیره و خسیسی میکنه. خدایا بار الها مالش رو هلاک بگردان و اون رو حقیر ساز. این نفرینی فرشته است. آیا خودمون رو از نفرین یک فرشته نجات ندیم و دعای یک فرشته رو کسب نکنیم؟